از 10 کشور در راهپیمایی 40 شرکت میکنن و میهمان مردم عراق میشن. پیوند بین عراقی و غیر عراقی، پیوند بین شیعه و سنی، پیوند بین عرب و فارس و ترک و کرد، این پیوندها مایه سعادت است. این پیوندها آیت رحمت پروردگار است. دشمن سعی در تفرقه دارد و نتوانسته است و به حول و قوه الهی نخواهد توانست. ما 2 ملت هستیم، ایران و عراق، متصل به یکدیگر. تنهای ما، دلهای ما، جانهای ما به یکدیگر متصل است. اونچه که این اتصال رو ایجاد کرده است ایمان بالله و محبت به اهل بیت علیهم السلام است. محبت به حسین ابن علی علیه السلام است. روز به روز هم این زیاد خواهد شد ان شاء الله.